داعش یعنی بمب ناامنی. نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردند به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعصاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعصاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن. در سامرا مشاهده کردید به کمک آمریکایی ها گنبد مطهر سامرا رو از بین بردن، تخریب کردن. این کار رو می‌خواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن، هدف داعشی. خب معلومه جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده.